سلام و وقت بخیر دارین خدمت شما دوستای نازنین. خدا کنه که تا این لحظه برنامه افطاری برای شما خسته کن نبوده باشه. دوستای نازنین، ما فقط به خود چوک شهر نویم که ما استیم بریم به شیرخ فروشی یا آب میوه سرای که باز او را برای شما معلومات میدم. اجی نظیر احمد جان، انا برادرای امارات اسلامی دیگه اینا حقیقت بگم مشتری همی شیرخ فروشیان که من میمون از اینایم، درسته؟ ساعت شما خوبه؟ جوړه په خیر قراری زنده باشیم، سلامت باشیم. نام شریف شما؟ دورانی. بسیار خوب. خب شما خودی دوستا کجا میخوایم بریم؟ بس در روژمات ودیت هوټل ته ولاړو. ښه روژمات مو کوي، ښه روژه ده تیریږي. خدای دې د خیر کې، خدای دې همیشه دغسې خوشحالی لري زموږ د افغانانو. خب خود ماه مبارک رمضان چی رقم هستیم؟ زیاد گرمی نیست؟ یا ګرمي نسته، ډېره ښه روژه ده. هیڅ ګرمي مرمي نسته. موږ بسیار خوب. تاثیر نکرده؟ یا تاثیر نه ده کړی، انشالله تعالی هیڅ تاثیر نه. بسیار خوب. چند نفر از دوستای شما رفقا شما؟ موږ تقریبا 15-16 نفر یو. بسیار خوب، بسیار خوب. هم فامیل هستیم یا بیگانه هستیم؟ یا بس انډیوالان راغلي دلته په میله باندې راغلي. بسیار موږ د دا ځګي یو هم نه د بادغست ولایت یو. بسیار خوب، بسیار خوب. خب چی رقم مردم هرات به حساب بس ښه خلک دي، ښه برابر خلک دي. والله که موږ خو د چا سره یو دی دغه نه لرو، والله دلته راغلي یو صرف خو د منظرې دپاره راغلي یو. بسیار خوب. چی مدت میشه که به هرات شما تشریف ناوردیم؟ تقریبا د 2-3 ورځې کېږي چې راغلي یو دلته هرات. بسیار خوب، خوشحال شدم. اگر مهمان ما میشیم به شیریخ نوشیدنی ما در خدمت شما هستیم. ژوندی اوسې، ته به زموږ مېلمه سې. خیر، سلامت باشین. قربان شما. قربان شم. خدای تمام. دوستای نازنین، ساعت فکر کنم که 8 شب، 8:30 شب ما داخل چوک شهر نویم دم شیرخ فروشی. ما این بریم داخل شیرخ فروشی که دوستام سعی کنیم هستم برادرای امارات اسلامی هم نام خدا چردوبر ما زیاد هم از اینا پرسان میکنین که اینا کجا تشریف میبرم و روزه چی رقم از صبح تیر شده به زیاوا گرم. مولای صاحب سلام داریم خدمت شما. و علیکم السلام و رحمت. ساعت شما خوبه؟ شکر خدا الحمدلله. قربان شما. همین روزه رو بگیم که سخت تیر شد یا آسان؟ امروز گرم هم هوا است. الحمدلله در به احسان دی. ډیر ښایسته روژه ده، ښایسته تیریږي پر مجاهدینو باندې. د تیر وختونو ډېرې توفیر دی. دا روژه خو اوس الحمدلله دغه رقم دی چې مجاهدین خپل د جهادي خدمت سره اخته دي، پر ځای ناست اخته دي. نو تیر وختونه به داسې اوس ورونه مجاهدین به پښمنۍ نه کوله، پر سایکلانو باندې په غرو کې به ګردشتونه کول. هغه روژې دي، روژې ډېر توفیر دی. الحمدلله در رب متعال شکر دی. موږ در رب متعال جل جلاله دا انعام نو سیرولی. الحمدلله ډېر ښایسته روژه ده، ډېر ښه تېرېږي. شما داخل بازار یا به همون جایی که هستیم از ارگانی که هستیم به می افتو گرمی به شما تاثیر نمیکنه؟ موږ داسې یو چې د رب د رضا په خاطر باندې د ګرمي د تاثیر په دې شیانو باندې ری نه وو. الحمدلله په دې باندې حاضر وو چې په دې دین مقدس اسلام کې څومره تکالیف راوانده راځي هم موږ په دې باندې دغه نه کوو. کوم مشکل موږ ته الحمدلله دغه نه راځي چې موږ وبېرېږو یا پر موږ درنه تمام شي. بسیار خوب. خود شما به یاد شما هست چند ساله بودیم روزه میگرفتیم؟ زه خپل ډېر کم عمر مې و. زه طالبي په دوره کې وم. د طالبانو دا سلسله مراتب دی چې هغه که 12 کلن 13 کلن وي هم د روژې ترتیب ورسره وي. موږ د طالبي په دوره کې په کم عمر باندې مو هم روژې نه وي.
دوستای نازنین جا شما سبز بخشش باشه دیگه، کمک دل شما ولنگ هم میکنه، انا مخمخه میکنه. خیر باشه اگر حال که روزه فعلا نیه چون شبه، اگر بر روز اینا رو یک دم تصویر از اینا رو میبینیم کمک دل خور او نکنیم. چند روز دیگه هم هست انشالله ماه مبارک رمضان، انا باز به خوبی و خوشی سپری میشه. همراه ما باشه میریم داخل شیرخ فروشی، میریم کسایی کنیم دوستا از صبح روزه هم داشتم به می شیریخ یا به معجون یا به نوشیدنی دیگه روزه خورواز کردن یا خیر. همراه ما باشه. دوستای نازنین بیاین ما امشب مهمون همی صاحب رستورانتی من همی پسر که شما میبینیم مشاهده میکنین دوستا، ما مهمون از شخصیم. کاکا جو اسم شما چیه؟ ها؟ همال پشیمون شده. خب سلام علیکم. سلام علیکم. سلام دوستا، خسته نباشیم، بخیریم، صحت شما خوبه؟ باشه لالا قاشق آخیره بریم پیش از اونا. صحت شما خوبه برا؟ الحمدلله خدا سلامت باشیم. اولین شخصیه که من میبینم چرزانو زده یا شیریخ یا معجون میخورم. بفرمایید. دیگه 6 تا بودیم، نان هم زیاد خورده بودیم امروز. آمدیم بودیم جا که این موجود هم آزاد بخوریم. خب همین شیریخ کو چرزانو نمیزنم، چرا شما چرزانو؟ مثلا دیگه 6 تا برش بمیتابیه. به خوشی خود 6 تا. بسیار خوب. همین که معلوم میشه از هرات هم نیستیم، از کدوم؟ از کابل هستیم. از خود کابل. از خود کابل. بسیار خوب. اینجا به چی کار مهمان هستیم یا به کاروبار داریم؟ نه کاروبار داریم اینجا. خب چی کار میکنیم؟ دکان پارچه فروشی داریم. بسیار خوب. خانه هم اینجا هست؟ خانه هم اینجا هست. خب مردم هرات چی رقم میبینی از ماه مبارک رمضان؟ یاره خوب مردم هستن، چون که ما 4 سال میشه به میرات هستیم، اما هر چی یاره میبینیم مردم پرحوصله است، مردم درگذر است. همین همسایه ما هستن، ما از پیلش کل خوش هستیم. همین دکان ما از پالو دکان هم از کل همسایه خوش هستیم. بسیار خوب. چون مردمی نیستن که ما از پیشان اذیت شده باشیم. خب این چند روزی که از ماه مبارک رمضان هم گذشته اذیت هم بشودیم از حساب روزه گرمی خو است دیگه. طبعا روزه اگر تاثیرات نکنه خو روزه نشد. پس دیگه بوده از دیگه خو بوده بهتره. و روزه از خود تاثیرات داره، چون خداوند درشان فرموده که در این ماه ما کل گناهتان میبخشیم مگر شما تکلیف سرتان قبول کنید. اگر تکلیف ما نگیریم خود رمضان نشد. یک گوشتی که اگر گریه نکنه مادر رو شیر نمیدم. اگر ما در این رمضان به خداوند فریاد نکنیم خداوند ما رو نمیبخشه، چون که خداوند به ما یک چانس داده که این وقت بخششتان است، شما کوشش کنید که بخشیده شد. دوستای نازنین بازم داخل آب میوه سرای بهار هستیم که فکر کنم مجلس نظیر احمد جان تشریف ندارم. اینا همچیری از اینا هم هستن که میبینیم اینا شاید دو باشم دیگه معلوم نیه. برادر اینا هم مسئول همین آب میوه سرا. لالا جان سلام داریم به خدمت. سلام علیکم، مونده نباشین، خیلی خوش آمده. نام شریف کنم. سلطان احمد فیضی. بسیار خوب. گپ بزنین که به ماه مبارک رمضان حساب آب میوه سرا شما چی رقمه؟ فضل خدا الحمدلله خوبه، خیلی هم خوبه.
دیگه در ماه مبارک رمضان دیگه ما بعد از نماز عصر باز میکنیم تا ساعت 1 شب به خدمت مردم هستیم. خب از حساب شیریخ و معجوم اینا دیگه در کنار از این چند نوع نوشیدنی باب داره؟ ما نوشیدنی باد که زیاد داریم تمام. فقط منظور من تازه. تازه آب میوه، هر آب میوه که موجود باشه ما داریم. آب میوه طبیعی. بسیار خب 100 مدل میشه؟ 100 مدل نه دیگه، هر کدام فصل داره است. خب فعلا فصل کله و سیب و پرتقال و آویچ و توت فرنگی و این چیزایی. خربزه و اندانه و انگور. اندانه تازه آمده، خربزه که نیه دیگه. با خربزه که آمده فصل ما داره. بسیار خوب. خب گپ بزنین که چی رقمه وقت سودا معامله مردم روزه هم دارم اینجا میایم روزه خود به حساب نوشیدنی با میکنم یا به بازار غذا میخورم میام دیگه ما که افطار که میشم اینجا مشتری داریم از آب میوه افطار خواه میکنم اینجا غذا هم به بیرو که نوشیجان میکنم میام باز آب میوه خو اینجا نوشیجان میکنم. خب شیریخ از چند تا به چند داریم که یک شخص؟ شیریخ دیگه ما ساده و مخصوص. بله خوردی ما 50 روپیه میدیم دیگه 70 روپیه هم هست 100 روپیه هم هست. 100 روپیه که مخصوصه؟ بله بله. خب باز به زور میوه تازه هم مقطی میشه یا میوه خشک؟ دیگه اگه مشتری ما به درخواست مشتری خود کار میکنیم، هرچی مشتری ما درخواست بده با آب میوه مخلوط میکنیم تنها شیریخ هم هست. در کنار شیریخ از میوه تازه مثلا چی بیشتر دوست دارن که میگم بعضا کله دوست دارم بعضا ام دوست دارم توت فرنگی الو گلاس اینا؟ بله بیشتر مشتری ما ام و کله بیشتر دوست دارم. بسیار خوب. چند کرا میدیم میکنه؟ کرا فضل خدا نمیده از مال خود مانه. الهی شکر. خب چند نفر پرسونل دارم؟ 20 نفر میشه. 20 نفر؟ بله 20-22 نفر میشه. بسیار خوب. خوشحال شدیم من دیدن شما. زنده و سلامت باشید. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. خب دوستای نازنین خدا کنه که تا این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. داخل آب میوه سرای هستیم، چوک شهر نو. جا شما خیلی سبز، یک چی بگم دیگه اگر پخشاب کنه کاسه بگم نیم کاسه بگم تقریبا 6 سر 7 سر وزن تنها همه معجون یا شیرموز یا شیرکلی از این هست که دوستا زحمت کشیدم. حدوداً 10 مدلم جا شما خیلی سبز، میوه خشک و میوه تازه انداختم از پسته و بادام و دیگه جوز و دیگه نمیفهم چیه یک رقم دیگه. خب خیر شما میتونیم به اینجا تشریف بیاریم که واقعا لذت ببریم از این فضا. همراه ما باشیم. سیکان خرابه که خوردم یاد ندارم که اینا من شاید به شکل برنج خورده شه. اگه دوستا خواهش میکنم چردوبر سی نکنم واسه من نمیفهمی خوردن از اینا چی رقمه. یه قاشقا پلاستیکی سی کنیم مر سی کنه. تیار باشیم. سخت دیگه بینندای عزیز اگه سخت شما میگیره بخواد که بیاین دیگه خیر باشه. دوستای نازنین این بود برنامه ای هفته که برای شما تهیه و ترتیب شد. خدا کنه که لذت کافی را برده باشیم. تا برنامه بعد شب دیگر شما رو به الله پاک میسپاریم. خدا حافظ و نگهدار شما باشه دوستای نازنین.